زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانی یابد. تو را ای خداوند خدای من با تمام دلم حمد خواهم گفت، زیرا که احسان تو به من بزرگ است. نامی او را ستایش کنه، لایق هر حمد و پرستش، هللویا بر عیسی گویه. اویدوی هم بگویه، نامی او را ستایش کنه، لایق هر حمد و پرستش، هللویا بر عیسی گویه. ای رمای خدا نزد او، سرودی شدی بر او بی‌سرای، زیرا او حیات ابدی داد، از مرگ روحانی آزاد نمود. دوی هم بگویم، نامی او را ستایش کنیم، لایق هر حمد و پرستش، هللویا بر عیسی گویم. فرزند خدا نزد او آی، در حضور قدوس سجده نما. او خدای بزرگ و توانا، بخشنده و پرفیض و رهنمای. دای هم بگویه، نامی او را ستایش کنه، لایق هر حمد و پرستش، هللویا بر عیسی گویه. اوی دای هم بگویه، نامی او را ستایش کنه، لایق هر حمد و پرستش، هللویا بر عیسی گویه. شکر. الان این فیلیپیان فصل 1 با هم دیگه میخونیم. زیرا خدا مرا شاهد است که من با محبت عیسی مسیح اشتیاقمند همه شما هستم و در آن خصوص دعا میگویم که محبت شما در دانش و ملاحظه‌کاری تا رفت افزونتر گردد، تا شما درک نمایید که چی بهتر است برای آنکه در روز مسیح پاک و بی عیب باشید و از ثمر عدالت پر شوید، که آن به وسیله عیسی مسیح برای جلال و حمد و ثنای خداست. آمین. هی خداوند، ما همینطور دعا میکنیم. تو خدای پدر عزیز هستید، پدری که پر محبت هستید، خدای محبت هستید. کسی که دوست نداره خدا را نشناخته است، چون خدا محبت است. ما میخوایم همه محبت عیسی مسیح به بین ما باشیم خداوند. هم برای کلیساهای تاجیکستان هم دعا میکنیم خداوند که همینطور باشد، که اشتیاقمند تو باشیم خداوند، که محبت تو به دیگران نشان میدیم خداوند. هم ما درک میکنیم که این کلام تو چقدر عزیز است، چقدر خوب است برای زندگی ما و همه ما را مرحمت کنی خداوند، که همه ما را راهنمایی کنی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.